به خاطر اینکه قطعاتی که تو آلبوم دوم تهیه شده بود از لحاظ اینکه فضا سازیاش خیلی رنگامیزیش متنوع بود، هم ریتمیک‌تر بود، همین که از اون طرف من سازبندی‌های خیلی متنوعی رو استفاده کرده بودم، فقط ویولون نبود. این بودش که روی استیج خب خیلی چالش داشتیم، باید ما سازها رو به صورت زنده می آوردیم و این شدش که باید یک بندی رو جمع می کردیم که بر مبنای اون بتونیم اون چیزهایی که توی استودیو ضبط شده رو بتونیم تبدیلش بکنیم به لایو و به خاطر همین یه ذره این بحث چالشی شد، ولی باعث شدش که دیگه بشینیم قشنگ دیتیل‌وار برنامه‌ریزی بکنیم که ببینیم که خب حالا برای هر کدوم از این قطعاتی که می‌خوایم باید چیکار بکنیم، چه نوازنده‌هایی رو داریم که بتونیم استفاده بکنیم و این حرفا، تا دیگه شروع کردیم به حرکت عملیش. من از تقریبا میتونم بگم از سال 1401، یعنی از سال گذشته، تابستون سال گذشته بودش که شروع کردیم که اعضا رو جمع بکنیم و شیبین شهبازی دوست خیلی خوبم خیلی کمک کرد تو این کار که سرپرست ارکسترم بود تو این کنسرتم و اومدیم و یه سری نوازنده ها رو باشون صحبت کردیم که خیلی توانمند بودن و بر مبنای اون یه سری تمرین های اولیه رو انجام دادیم، منتها خوردیم به یه سری چالش ها که یه سری از نوازنده ها از گروه جابجا شدن، یعنی یه جورایی بعد مجبور شدیم که نوازنده های دیگه رو جایگزینش بکنیم. بعد بر حسب اتفاق یک شانسی که حالا آوردم این بودش که نوازنده های خیلی قدیمی و کاردرستی رو تونستیم جایگزین بکنیم تو فرصت خیلی کم. مثلا بابک ریاحی‌پور گیتار بیس که دیگه همه میشناسن و خیلی خوشحال شدم که تو اولین کنسرت هم تونستیم با هم دیگه همکاری داشته باشیم. یا استاد ناصر رحیمی که برای فلوت هستن و قطعا توی فلوت خیلی پرآوازه هستن. مسعود هماینی گیتار الکتریک بود که دیگه گیتار الکتریک مسعود هماینی اصلا برندشه. خود شیبین شهبازی که از رفیق خودمه که گیتارشو میزد. بهنام حکیم عزیز که قطعه عروس دریا رو به زیبایی اجرا کرد. پرکاشن امین نجفزاد خیلی پر انرژی بود، من خیلی خوشم اومد و خیلی خوشحالم که کنارم بود. ساکسیفون علیرضا مهدیزاده که واقعا یک پسر از لحاظ شخصیتی خیلی یونیک و به قول معروف جنتلمنیه که کارهایی که توی کارهای اجرایی داشتیم رو واقعا یه جاهای خیلی سخت بود اجرا کردنش با ساکسیفون
به صورت لایو، ولی واقعا از پسش برآمد. خیلی ازش ممنونم. خود بهنام شرکی درامز که خیلی زحمت کشید، علاوه بر اینکه بک استیج کاراش رو انجام داشت میداد، رو صحنه هم اومد. پیانو اشکان ژواله عزیزم بود که اونم واقعا زحمت کشید برای کارها. بعد ترومپت شایان حاطف عزیز بود که واقعا در این حال که سن زیادی نداره ولی خیلی خوب رو استیج اومد و واقعا منو اجرای سورپرایز کرد. در کل یک تیم خیلی خوب و یک بند بسیار کاردرستی اومدن که یک بهترین نوازنده های ایران بودن و توی اون فرصت کمی که تونستیم گروه جمع بکنیم تا برسیم به اجرا، واقعا خیلی خوب تو زمان تمرین ها تمام اون چیزهایی که میخواستم رو تونستن اجرا بکنم و خیلی از این بابت خوشحالم.